زمستان امسال خیلی سرد آمد ولی گرمی‌های ماه فوریه برای بیدار شدن درختان حاصلده و به خصوص بادام و زردآلو مساعدت کرد. امروز درخت بادام از منطقه‌های پایانی ناحیه دیوشتی سر کرده تا ناحیه کانی بادام به شکفتن آغاز کرده، باغات زردآلو نیز مایل به گل کردن است. طبق پیشگویی مرکزی هواسنجی، سنه‌های 24 و 25 فوریه سردی از معیار این مرحله بلند و به باغات تاثیر کننده در نظر داشته شده است. با سپارش رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده، بقیه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت از سنه 18 فوریه به همه شهر و ناحیه‌های اگروناتی برای عملی کردن چاره‌بینی‌های اگروتکنیکی پیشگیری از تلفات حاصل انتظاری خود فرستاده شده است و سرایت کشاورزی نیز کارمندان خود را برای فهماندهی اجرایش این چاره‌بینی مهم به شهر و ناحیه‌های اگروسناتی روانه کرده است. برای ایمن نگاه داشتن از سردی باغ و تاکدارها ما باید چاره‌های اگروتکنیکی رو باید اجرا نماییم. پیش از اون جاهایی که امروز چای عمودی دارند، آب‌های خودجاری دارند، باید آب مانده شود. جا آب نیست، حتما با استفاده از خس و خاشاک و ریزینه‌های افت-ماشینی که کنشتکی استفاده برده نمی شود. باشد پارها ما باید همین دود کنیم. دود کرده برای همین کمتر باشدن، برای حرارت یعنی سردی نگاه داشتن همین کارهای ما باید بجا آوریم. 70-80% اون خوراکایی که سیری میشد ما با روی همین هم آبمانی و هم دود کنیم ما باید باز داریم. با یک چیزی میگفتم در کاری که همون شب شمال به نگاه کرده همین خود تویده های کمی خیلی تقسیم کرده شمدنی پریت که میگوید همین خلق مانیم که همین جایی که همین باقو هست باید دود به پر شوند. همین دود به پر شده همین ساعتی معینه که سحری گفتیم مثلا همین 4 سحر یا اینکه 3 سحری تا ساعت 7-8 سحر ما باید کنیم که این وقتی گل کنی همین کلبینیتیشی خونی که ما باید این چیزایی نگاه داریم. یادآور میشیم که در ولایت بیش از 50,000 گکتار باغات زردآلو موجود بوده، از این نشان داد 42,000 گکتارش حاصل ده به حساب می رود. یعنی اطراف این مساحت ذکر شده کشاورزان را ضرور است که چاره‌بینی‌های پیشگیری از سرما زدن حاصل انتظاری را راه اندازی نمایند. در ولایت سوخت در ناحیه‌های اشتکانی بادام و ناحیه‌های باباجان غفوروف که درختان اساسی میوه دهنده میدان‌های کلانی زردآلوزار موجود است، این باعث شد که علاقه ورمکنی مخچه‌ها و آغاز کشاده شوی مخچه‌های گلی به عمل آید. خصوصیت‌های بیولوژی درختان زردآلو چنین میباشد که در نتیجه گرفتن مجموعه حرارتی فعال آنها به کشاده شوی آغاز میکنند و در صورت پس شدن حرارت هوا یعنی مینوس 1 گرادوس مینوس 2 گرادوس شدن حرارت هوا این مخچه‌های گلی از سردی آسیب میبینند و ما ضرور است که در این روزها گذراندن یخدار چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده از قبیل دود کردن با واسطه پاره‌ها و پس مانده میده‌ها و پس مانده خس و خاشاک‌ها که هست در بین قطار باغ جمع نموده آن را دود کردن کار که این عامل میتواند همون میکرو اقلیم را تشکیل نموده حرارتی هوا را در داخل باغ تا 1-2 گرادوس بلند بدارد. اینچنین در اون زمین‌هایی که از چاه‌های عمودی آبیاری میشوند و شرایط آبیاری نمودن هست آبیاری نمودن در کار که این عامل نیز برای بلند شدن حرارت و از سردی آسیب دیدن درختان میوه دهنده مساعدت میکند. برای سری وقت عملی نمودن این چاره‌بینی پیش کننده دهقانان باید پارو و اون تجهیزات‌های دود کننده که هست در اطراف باغ و در داخل باغ اون رو جمع آوری نموده برای کاربری نمودن آماده باشند. همزمان در خطه‌های نزد حولگی ساکنان دهات نیز درختان حاصل دهنده کم نیست و در این روزها اهالی را نیز ضرور است که این چاره‌ها را راه‌اندازی کنند. با نظر داشت آن که همه شهر و ناحیه‌های اگروسناتی با برخی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت از سردی‌های پیش می آمده آگاهی دارند و از این نقطه نظر هم در این روزهای سردی روند عمل شوی چاره‌های اگروتکنیکی پیشگیری از تلفات حاصل را در منطقه‌های باغبر مورد انعکاس قرار خواهیم داد.